بسیاری جوانای ما بیچاره در جادوها زدگی‌اند. امروز خدا برکت یاد بسیاری برادرایی که رقیه خان داریم میروان از همو جنها خلاصشون میگردانند با قدرت الهی. انامونا بسیارشون موردی انامون جادو قرار دادن. امروز کاش که همین حکومت ما هم یک قانونی میبرد که همین جادوگرا را نابود میکرد. اینا بسیار ضرر کلان دارن برادرای عزیز، به نام خدا بسیار ضرر کلان دارن. تصور کن که یک بچه را وقتی میبندن، گویه میبندن در یک خانه نه، در دو خانه، هم خانه زن هم خانه مرد، هم خیش و توار، یک مصیبت کلان است. چی دهشتایی است کی میکنه؟ یک انسان. این خیلی بدبخت هم زیاد داره. برای همین شما دائم قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس خوانین، آیت الکرسی را خوانین، بدناتون مالین تو از شر اینا شما ضرر از اینا ضررشون